باشید آخر از گشنگی میمیری. راستی اکا من نفهمیدم تو دملما میکنی یا مینمی؟ بیار آخیر کارو بار داره مکا جان زود باش. عصبی نشو تیار که شد میارم. بخیر اکا یاریف تعبت خیره مسئله ایست من نپرس بالتا احوالم خیلی بد است. با کار دل عقل دخالت نمیکند صبر میکنی. تشکر اما تشکر. ظریف به خدا از گرسنگی مرده. اینقدر واهمه نکن. انا آمد آخر صبر کنید. آیسته کنی ساعت شد گیرید امروز هم برای شکممون رو سیر کردن لقمه یفتیم. الحمدلله. بله اکا اگر باشد شکر میکنی اگر نباشد صبر. ها سگ ها هم همین کارو میکنند. با فکرم تیشه رو به سنگ زدیم. البته زدی. وقتی باشد تقسیم میکنی اگر نباشد شکر میکنی. آفرین پدر. اما اول شما سر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها با خبر باشید این خوراک عرفه است. عرفه است یا انتب برای من فرقی ندارد. اکا ابا درونش چی گذاشتی؟ چیزی نیست کمی زنجبیل گذاشتم. ظریفت برای خدا با خوراک چند دختیم؟ کبیر خلنفور مگر خلقیده شود؟ دوستم این خلنفور نه بلکه زهر بوده. این نه اکا آخر کمک گذاشتم برای لحظه چکه گیرید چکه گیرید اکا مان گیرید دمانده کمی دیگر پامیدار خورید پامیدار تیزی رو نصف میکنم. باور کنید اگر آشپز دشمن جانی هم باشد اینقدر بیرحم نمیشد آخر. تو ما رو کشتن میخواهی من نفهمیدم اکا. چکه رو درست کن. براستی آش شود بچه ها تشکر. این درسته رو سیر کردن نیو تشبوس به جنایت است اکا. من میکشم. مرحمت اکا گیرید گیرید. با من هم ده. خوش آمده دفعه مرحمت. خوش باشید. گفتند که به محلمون پلیس ها کجید آمدند. من هم خواستم رفته احوالم رو عرض کنم. استغفرالله. اما ما اون پلیسی که فکر میکنید نیستیم. اگر کمک کرده توانیم البته با کمال میل اپا جان. مرحمت گذارید. خوش آمدید. مرحمت کنید اپا. نه تشکر من سیرم. اپا جان اگر خواهید به این طرف گذارید. گذارید مرحمت شنید. بخیر است اپا یگان مشکلی دارید؟ پسری من مکتب خون است. چند وقت باز رفتارش شبهناک است. وقتای آخر بیهوده عصبی می شود. یا با تو دست می بردارد. نه ضررش به من نه یا می ترسم که به خودش نرسد. انا اینها رو از کیسه یافتم. خوبینم. خدا نشان ندهد یگان چیزی بد نباشد. آخر من نمیفهمم و پلیس رفتن نخواستم. آخر این موادی نه خواطر نشوید اینها ویتامین ان اپا جان یگان چیزی بد نیستن. اپا شما نام پسرتان رو با ما گویید مکتبش رو هم گویید ما با او صحبت میکنیم خواطر نشوید. براستی البته اپا جان. خدا از شما راضی باشد. شما زیغ نشوید اپا جان چیزی بد نیست. آخر جوان است این خیلی چیزا میشود. خواطر نشوید همش رو حل میکنیم. خدا از شما راضی باشد. صبح بر وقت شما را ناراحت کردم. استغفرالله. مرا ببخشید. من شما را گسیل میکنم اپا جان. رجب مسئله خیلی جدی است. حیف که با مواد مخدر دست زده خودش را محو میکند. با شبه نارکوتیکا. نه اکا اینطور نگوی آخر حال جوان است از کاری کردش بیخبر است. در قید میگذارد پرونده آماده میکنن آیندهش میسوزد. اکا یوریف مونن ما با اون کودک صحبت کنیم. در علاهیدگی با او مصلحت میکنیم. شاید به گپمان گوش کنن. کودک رو نسوزونه میگویم. راست میگویی برادر.
او رو یافته نزدیک صحبت کنید ها. کوشش کنید که باز نترسونید. مایلش خاطر خواهد نشوه که بولتا رفتیم. بیا عارف ما هم به شعبه می رویم دیر نکنیم. آماده شوید میرویم. قاید تعیینات مخصوص چه خیل بوده است؟ بعد رفتن دیگر وا نخورده بودیم. آنقدر خوب نیست. چرا؟ اهمیت نده. شنیدم که بر آمده ای. بله راست است. لیکن میخوام که با من یک خدمت بکنی. چه خدمت؟ نام این دختر فضلی اکبر است. هفته گذشته به تعیینات مخصوص همچون مذاکره‌چی به کار آمد. پدرش روانشناسی مشغول بوده است. خیر. در خصوص این دختر معلومات گرفتنیم. چرا؟ از یگان چیز شو برداری؟ اینقدر بسیار میپرسی. جستجو میکنی یا نه؟ اگر نگویی یگان نفر دیگر رو یابم. پگاه باز ما میخوریم. نه خودی همین درست. کجا شدن؟ آخر در همینجا مانده بودن. مادر چی شد پسرم؟ چرا داد میزنی؟ در اینجا داروهایم بودن نمیابم. در جایبم بود اکنون نیستن. تو گرفتی؟ نه پسرم من هیچ چیز رو ندیدم. این چه شد دارو شد بوده؟ فرما بس است. شد مادر بمیرون برید. مرا به حالم گذارید. یا خوب یا خوب مرا به حالم گذار. یا خوب یا خوب با کجا یا خوب خدایا خدا ما کمک کن پسرم. پسرم چی میشود؟ خدایا با پسرم کمک کن. دوستان میدونید در حیات از همه چیز چی رو تو خانه دارم؟ دام رو؟ اون رو هم بد میبینن. اما از همه زیاد مواد مخدر رو بد میبینن. وقتی شخصی مواد مخدر گوید خون به سرم میزند. باز همون ماشین هایی که به طرف مقابل حرکت میکنن دیوانه میشوم. جامی در کجاست؟ کدام جامی؟ باز کدام جامی میشد؟ از خودمون اخیر. انا در آنجاست. تشکر. بازدید. فهمیدی؟ شد اکا هر چی شما فرمایید. چی حال داری اکا؟ این ابله کیست؟ انیق او فروشنده است. با هفتش نگر تنها برای هفتش 15 سال دادن لازم است. دستگیر میکنیم. دوستم یکدم آرام شو. پرنده ها میپرند آخیر. اکا به من دارو لازم است. آخر درست هیچ بسیار گرفته بودی. چی کار میکنی؟ از ما پنهانی در کجا میفروشی؟ نه اکا چه علاقه دارد؟ با رفیقانم استراحت کردیم. یعقوب اگر از من پنهانی یگان کار کردن خواهی تو را نیست میکنم. شد اکا خواطر نشو. من خطا نمیکنم. تشکر اکا. من طاقت کردن نمیتوانم دوستم. بیا از گلویشان گیریم. نه ایستا آرام شو. صبر کن آخیر. وقتی که او جوانها را زهرآلود میکند چطور آرام ایستیم کارلس؟ من آرام پارام شده نمیتوانم. احوالی مادرش را دیدی؟ زن بیچاره اگر پسرش را در این احوال بیند دلش میکپد. بولتا ایستا. بولتا مرا گوش کن. بولتا مرا گوش کن. این کیست؟ نمیدونم. یک لحظه صبر کن آخر. بولتا مرا گوش کن. طرفی ما میآید. پلیس. گریختیم. ایستا میگویم. ایستا نگریز. ایستا میگویم. ای ابله ایستا میگویم. بولتا تو پاش فروشنده دا. من این رو بدارم. ابله چرا مرا بدوانی؟ کنه ایستا میگویم. اگر دستگیر کنم پارا نیست. ما میآید. این ابلش چی باشد؟ ایستا اینجا بیا نگریز. ایستا
نگریز ایستا ای ابله نگریز نگریز میگویم ایستا برادر چیکار میکنی؟ ایستا چیکار میکنی؟ آرام شو برای خدا ایستا ایستا برادر چیکار میکنی؟ ایستا آخر چیکار میکنی؟ آرام شو برای خدا سری راهی من برآمدی برادر ارباب رو ما چیکار میکنی؟ سرده شد آخر آرام شوید ایستا میگویم بیا این طرف روی داخل ایستا چیکار میکنی آخر من بچه مرا آرام گذاره ایستا میگویی حاضر تو را مرا آرام گذاره چیکار کردید روی اینجا بیا تو چیکار میکنی ایستا نگریز میگویم ایستا ای ابله همه کاری کرده دیدی برادر تو هم مثل تنگم سراسیمه بوده ای شوخی به شوخی دو ایستگاه آمدیم چند صبح دیهم ها؟ یه فرایه با من گوش کن در حقیقت شلاق میخوری آخر نخواد برای خلط دوانی ایستا آقای مامور من هیچ کاری نکردم من او رو نمیشناسم من چی گناه کردم یک دقیقه من خاموشی به مکتب میرفتم التماس من رو دستگیر خاموشش میگویم من پلیس نیستم پلیس نیستی؟ نه من پلیس نیستم اینطور باشد چرا از پس من آمدی؟ خیز چون که من دیوانم چون که من بیمارم من همین خیلی عادت دارم ای خدای خداوندا گوش کن من حاضر تو را سر میدیم لیکن نگریز مایلش مایلش درد میکند نه اکا خوبم کنی در اینجا شید با من گوش کن بچه فروشنده مواد مخدر بودن او رو هممون میدونیم نه اکا خطا فهمیده نه تو ما رو احمق فکر میکنی احمق ها کنی اون چیزایی در جای بوده رو به من ده کنی ده سوتا خطا میگویی ها این چیست گوش کن تو حالا جوانی تو آینده این دولت هستی تو چه حق داری که به خودت ضرر میرسونی ها گوش کن بچه وقتی تو میرفتی ما از اون راه بر میگشتیم اگر امروز یا فردا تو رو پلیس گرفته برد حبس کند این پسر نش امان است گوید تو چی طور بروی پدر و مادر نگاه میکنی ها بروی رفیقانت چی طور نگاه میکنی ها کنی گبزن بروی پدر و مادرت چی طور نگاه میکنی ها من پدر ندارم سال گذشته وفات کرد با من گوش کن دادر گوش کن دیگر با اون آدم وو نمیخوری نام و چراغش رو با من میدی من اون طرفش رو حل میکنم اون طرفش رو با من گذار فهمو تو رو میوبم این دفعه معامله خوب نمیکنم تو رو لطو کوب میکنم فهمو اکا شما پلیسی اون طرفش رو به تو دخل ندارد گوش کن ما با این محله به نزدیکی اومدیم اگر اگه اون مشکلی برآمد مرا یا کوچه پنجره خونه سیلسی دوای همه دردها در همین سراغ است فهمو شد اکا فهمیدم چی شد دستی خالی اومدی چخم بوده است خرگوش بر این گریخت از جسارت شرم کن خیر لبا یکه سوله شد که حاضر رسیده میویم بخیر است رفتیم برادر کور بر اومد با تو مصلحت کردیم ها بله اکا خواطر نشوه
دیگر با اون آدم کاری ندارم. بیا بالاتر رفته. با این نگر به من عقل یاد میدهد. آینده ملت هستی، دولت هستی، کی پدر و مادرم هستی. احمق. ماشین می آید، در اکشه. چرا دیر کردید؟ چشمانمان چار شد آخر. در بانک کارمان طول کشید. این برادر کیست؟ پیشتر او را ندیده بودم. مرا کارلوس. با فکرم برادرمان از مکزیک است. میخواستیم با شما کمی صحبت کنیم اما کمی سر و سیمه ایم. میشود. پول آماده است؟ پولایتان در اینجاست. تفتیش کن. چه خیلی که مصلحت کرده بودیم. $1,000,000. مالها رو دیدم میتونیم. گریته. صفتی اعلی است. خرید و فروش سر می شود اکا. فراموش نکنید تو انجام خرید و فروش می ایسته. همین که اشاره کرد زود هجوم میکنیم. اشاره نتیجه بازی بشیکتاش. انشالله خطاگی نمی شود. شاهین احوال چگونه است؟ حالا بد نیست. پولها درست انداکا. بسیار خوب. اگر خواهید این خرید و فروش رو جشن گیریم چی گوید؟ می شود. خیلی خوب. کنی با ما پول ده. اکسیک نگیر. کنی مزه این رو چش. با دقت باش. نوعی عالی است. علفی بد دیده بوز در تک بینی اشتمان چیکار میکنیم؟ زود دراییم. خرید و فروش با آخر نرسیده است. اون وقت بالای گناه نمی شود. همه ی عملیات برباد می رود. باید انتظار شویم. کارلوس چیکار میکند اکا؟ اگر نشد از او شبه میکنه. اگر چشد شبه میکنند کارلوس اسوش می رود. بلا زنم. خیر چیکار میکنیم آخر؟ کمی دیگر انتظار می شویم.
حالا هم انتظار شوه؟ من پیش از به اینجا اومدنم یک دو پرسه کشیده بودم. نمیخواهم باز با آنها آمیخته کنم. با من نگر. با تو از همه مال بهترین نم را پیشنهاد کردم. تو باشی قبول نمیکنی؟ یا اینکه از ما چیزی را پنهان میکنی؟ نمیبینی نمیخواد یا بزوری میدی؟ بله بزوری میدیم. یا اینکه شما هم پلیسید ها؟ احمقی نکن، سلاحت را در جایش بذار. یا این مکسیک این را میششد یا اینکه بسترش تیر خورده این داد و گریخ را برباد میدیم. انتخاب از شماست. من با آدمیگی باورش ندارم، کار نمیکنم. اکا کارها آمیخته شدن. دراییم. حیات کارلوس در خطر است. باید عمل کنیم. باید کاری بکنیم. دقت کن دوستم. شما چیکار هستید؟ شاید پلیس هستید. احمقی نکن. نه اکا چی خیل پلیس؟ از دهانتان شمال برد. پلیس نیستم. نباشه چرا نمیچشی ابله؟ تجارتش دیگر است و استفادهش دیگر. نه من با این گپا باوری ندارم. دوستم شو دارم شو. به خاطر خودت من تمام ککه اینها را میخورم. عارف رفتیم. بسم الله. میبخشید. ایستید. مکسیکاگی ابله. این مکسیکاگی آدمی عجیب بود است. از اون نه پلیس میبراید و نه یکان چیزی دیگر. نه که باید چه خیل پلیس. یا اینجا شید. در اون احوال خوب شد. برگردید بچه ها. با خفا برگردید. اوه صد شکر پسی سر کردیم. اکا کارلوس باز کارش را کرد. اکای ساله با دقت باشه. دست کفا 2 نفر میدراید. شد شاهین. به این هم خرید و فروش تمام شده ایستاده است. لیکن این کار بسیار طول کشید. بخیر از در اینجا چی بکنیم؟ باید با اکایی توهی بخوریم. از آمدن ما خبر دارد. حاضر وقتی موافق نیست. حالتی فوق‌العاده است برادر. امروز ما را پلیس دستگیر کرد. انتظار است. محلش گذارید. برای مخفیاش گرد بزنید. بیا. من کمی گریب شدم. مرا ببخشید اکا. سردار شما رو دیدن میخوام. آمدی. این کیست؟ اکا این یاکوب است. بیگانه نیست. در بارش گفته بودم با ما همراه شدن میخواهد. از اودش برآمده میتونم. اکا این پسر از محله ایماست. که مرا شناسد. با خبر باشد سی را بوی ندهید. نخود. وای وای. شما با من فرصت دهید. کار ما خطرناک است میفهمی؟ طاهر برادر. بله میفهمم آقا. مالهای ما رو ده ما رویم. آمدم. یک دقیقه. ینگاتون زنگ بزند. گوزن جونم. چی شد جونم؟ همش خوب است؟ پول خورا گرفتی؟ حاضر کار ما را تمام میکنیم. انتظار شو. من همچنان شدن میخواهم. در نزدیکیم. البته جانم چرا نه؟ با من هر دویشان هم پسند آمدن. اگر تو هم شناس شوی خوب میشود. حاضر میرسم جونم. مایلش. مایله جانم انتظار میشه. کمی دیگر انتظار شد. ینگاتون با شما شناس شدن میخواهد.
آخر ما سراسیمه‌ایم، سردارمان انتظار است. 2 دقیقه دیگر انتظار شوی چیزی نمیشه. بیا یگان چیز نوشیم. در وقت کار من نمینوشم. اوه گویا که در یگان کارخانه دولتی کار میکنن. یک دقیقه این توی؟ من این آدم را میشناسم. من این رو نغز میشناسم. پلیس است. جایهایتان را گرفت. در امان خدا. جوره جون به فکر مرا به کسی مونان کردی؟ الو در اینجا چی گپ است؟ اکا قسم میخورم اینها پلیسن. جنابان آرام شوید. جای خواتیر از نیست. من از شما یک چیز میپرسم. بازی بیشکتار چند و چند شد؟ میداریم زودتر. اکا اونجا را احاطه کردن. یا خوب اعتراف کنید. اصلا نبرو. یا خوب. بمیرو نبرو. فهمو. آماده است. میکشایم. این پسر برای تو خیلی مهم است. بله خیلی مهم است. برای چی؟ چون که او از محله ما است. گفتم مرا محافظت کن. یا خوب به اینجا بیا. از اینجا نمیبری. فهمیدی؟ از دری خفا میباریم زودتر. اونجا رو هم احاطه کردن. دیگر چاره نداریم. راهگرد میرویم زودتر. نازم زودتر. پیناشو. شاهین به طرف تو میروم. آماده باش. شد من آمادم. بیاید. دادا اینجا تحت نظارت است. اکا ما در احاطه ایم. چکار میکنیم؟ تسلیم میشویم. عرضگویی نکن. مورم هم تسلیم نمیشوم. تو با مرا گوش کن. با اینجا نای. با ما هجوم کردن. مالها را گرفتن. آدم‌ها نماغا کشتن. ما بعد آمد کردیم. مرا میشنوی. با اینجا نای. توهیر خوب هستی؟ رفتیم. اکا اومدن اکا. از جای نجم یا خوب.
حالا با شما. مرا ببخش بابا. این طور شدنش رو نمیخواستم. طاهر! طاهر دارم به چی بپر؟ طاهر! التماس جواب ده! طاهر چی شد؟ التماس نمو! التماس مرا تنها نگذار! خفه نشوید خانم. رفیقتان حالا مجبور است که با شما پدرود گوید. باید چیکار کردید؟ هر چی شده باشد عیب خودش. ابلهی نابکار! من گوش کن! تو رو میابم! جوابش رو میدهی! به همتون لعنت! آدمان مثل شما حق پرسش ندارند. ما پرسش میکنیم. تمام بچه ها انبار تازه است. مواد مخدر با ماست. اگر تسلیم میشدن خوب میشد، اما چاره نبود. شما هم در وقتش در اومدید. تشکر اکای ساله. دوامش رو ما حل میکنیم. سلامت باشی حسن. با تلفن پیش از مردنش با زن صحبت میکرد. نامش توبون است. بیماری وزنی روحی دارد. دوست داشته اش است. اگر او رو هم دستگیر میکردیم خوب میشد. اکا دیری نگذشته باز از زیر پایمون میبراید. خواطر نشوید. یعقوب کجاست؟ نیست بچه ها. او را پیدا نکردم. یعقوب گریخته است. خیر هیچ گپ نه. در محله‌مون او را میابیم. این ترس برایش یک عمر بسنده است. اینجا کارمون تمام شد. میرویم. رفتیم. برای کار بچه ها. تشکر. اکای سوله ما با چوبان نرفته با محله همون روی مایلش میشه. البته. اکا ما باید رفته آن یعقوب رو یابیم. مایلش. بیا کارلوس. یگان نفر شما را بی جزا نمیمونم. همه چیزم را از من گرفتید. جوابش را میدهید. رفتیم. این عشق سینه سوز که انعام زندگی است، یک غلغله در عالم آرام زندگی است. بر خرمن کائنات کردم نگاه، یک دانه محبت است باقی همه کار. یوسف از دست زلیخا، عذرا از عشق وامیر، مجنون در راه عشق لیلا آواره جهان گشت. مرحمت. تشکر. خدا نگهبانتان بچه ها. قرارت قطعی است.
عملیات با موفقیت گذشته است. تبریک میکنم. غالب عملیات اما مغلوب راه عشق. این خیلی مسئله نیست. بگذار اینش را من گفتم. خرچی التماس با سر نکن. من هیچ چیز را سر نمی کنم. اما تو نمیفهمی که چرا به اتمام رسانیده. آلیف ما آینده نداریم. ولی آخر ما هم تا به آخر یک جا میمونیم. اینقدر رمانتیک بودنت را نمیدونستم. در میانم سلاح باشد هم صد شکر که در اینجا دل میدم. در درون این دل باشد سومن است. سومن برای من اول خدا، بعد من رو از راهم برگردانده نمیتوانی. بیهوده کوشش نکن. مایلش رو گریز. مثل ترسانچک ها با پسند نگاه نکرده گریز. ای کاش که من هم مثل تو ترسو بوده میتوانستم. این چی معنی دارد آریف؟ چی معنی دارد؟ مایلش چی معنی داشتنش را میدونم. مرا در سوریا چندین روز عذاب دادند. ناخنهایم را کندند. اگر یگان نفر دیگر میبود در آنجا 100 مراتب 1000 مراتب میمرد. اما من با مرگ مبارزه بودم. نه گوش کردن نمیخوام. نه گوش میکنی. نمردم تنها برای تو. یک روز یک جا میشویم تا با مرگ مبارزه بودم. وگرنه مرگ برایم بهتر بود. سومن من برای تو از طوفان و بادها از بلاها گذشتم. اما تو از یک شمال ناچیز ترسیده گریزی. باور کن این برای تو بهتر است. من به تو غیر از بدبختی چیزی دیگری نآوردم. آخر ایش باز چی میشد سومن؟ بلا است. ما با این بلا از ازل مرحبا گفتیم. سخن آخرین داری؟ دارم. چی؟ ایستا. به هیچ کجا نرو. افسوس که نه. بعد پشیمان میشوی. روزی سراغ وقتی منایی که نیستم. خدا یارد سومن.